اگر همین مسلمانش همین کی باشد، اسلامش که همین باشد، پیغمبر خدا که همین چیزا گفته باشد، قرآن یا همین چیزا یاد داده باشد، من از همین قرآن، از همین دین، از همین کتاب یعنی که چیکار میکنم؟ برمیگردم. گشته عقورت دشنام نه زن مانده سای، نه خواهر نه مادر، برادر بیاین خواهر تو خواهر ما و خواهر یک دیگر مسلمان دیگر باشند، مادر شما مادر ما و مادر دیگر مسلمان ها باشد، اپا و زن یک کس دیگر به جای اپا و خواهر ما باشد. سلام علیکم دوستان عزیز، هموطنان گرامی. خب امیدوارم که هر کجا که هستین صحت سربلند باشین. دوستان عزیز، یک چند سخن گفتنیم درباره همین نصیحتگرا و بلاگرایی که الان صحبت هایی که کرده استند درباره یکدیگر. یک یهودی و همون توجیه که در نظر دارم که دین یهودی ها را قبول کردگیان، جنگدازی همون یک طرح نگاه که برای یک یهودی شده، برادرای توجیک خدمان برادرای مسلمان خدمان بین همدیگرشون چقدر گپ و چپ ها کرده سن، چقدر اخورت دشنام ها کرده سن از خواهر، از اپا و از هر کسی که مقصد در زبانشون پیش می آید دشنام میکنن. خب برادرها چی گفتن؟ شما نگاه کنین که یک توجیکی که یهودی شده است، کافر شده است، از دین حق برگشته است، یک راه گم گشته، در بین اینم مرد بچه‌های مسلمان چقدر غوغا انداخت. پس تصور کنین که حالا این یک یهودی برگشته مقصد به ایمانه که نه سواد دارد نه فهمیش دارد، برای چی؟ به خاطر که از دین حق برگشته برای باطل می رود. شما تصور کنین که یهودی های اصلی که مقصد یهودی هستند چقدر زیرک برای از بین بردن، جان دوختن بین مسلمان ها، دین اسلام از بین بردن چی کارا کرده میتوانند. یک بیسواد، یک بدبختی که مقصد توجیک از دین یهودی را قبول کرده است، بین ای بلوگیرها و هی جوانای مسلمان چقدر شور و غوغا انداخت و خودش تماشا میکند، بگیم که حلاوت میبرد. ما بجای آنه که از دین خودمون حمایت کنیم، مقصد با مقابل دشمن، با مقابل آنه که مقصد همه مقدسات ما را، خداوند ما را، قرآن کریم، خب پیامبر ما را، دین ما را، همه مقدسات ما را دشنام کرد. خب ما در عوض این آنه که خمون حمایت کنیم، جواب بگردانیم به یک آداب و اخلاق اسلامی و مسلمانی، بین همدیگر از پشت همون یهودی شده جنگ کرده سن. خب بابای خالق رمضان اکه حوزی در همه یوتیوب همه خطه میشناسد، میداند، حدی اقل کوشش میکنی که دین اسلام از یگان جهت پیشنهاد کنی، مقصد که کانتنتی بعضا وقت ساز میکنی به خاطر فهماندن دین اسلام به مردم. لیکن یک جوانی نامناسب چقدر زیبا نگاه که اسلامی است، فهمش دینی انیم داری، نخواد که بخیزی بر مقابل یک برادر دیگری خودت تحقیر، حقارت، دشنام حتی خودت یا که تحقیر دشنام یک کسی دیگر را بگذاری. در نظر دارم همین کلی بدبخت که دشنام میکنه از حاضر درجه دوستان گرامی و اونهایی که تماشا میکنن طرفداری یگان تشنه کردم، همچون چون که همشون هم هیچ خیلی که میشناسم، بابای لنگری، خالق رمضان، اسم شریف یعنی حکیم محمد، مقصد که همچون بلاگر میشناسمشون، شناسی نزدیک انیم نداره. مقصد ها یک دو بار صحبت کردگیم با حکیم محمد از نزدیک، لیکن پشتگیری از یگان کس درجه نکرده استم. هر چیزی که فکر میکنم حق است همون را میگم. خب خالق رمضان خودت کم بیش از دین اسلام خبر داری، کم بیش خوندگی حدیث ها را، قرآن شاید خوندگی باشی. خب ایزای مومن یک چیزی مشهور است که ایزای مومن حرام است. تو میخیزی میبروری برادر که یک خواهر، اپا و زن یک کس دیگر حقارت کردگی،
میبروری پالیونش میکنیم بگیم در بین عامه. با فکرم اگر خواندگی باشی، اگر چه مقصد بدونی ایزای مومن حرام است و برادر خطت در بین دیگرها شرمنده کردن و همه حقارت و دشنام هایی که مقصد بین دو سه نفر مقصد جنجال می شود، شما میگیرین در بین عامه تقسیمش میکنین. خب این با یکمش. با دیگر اینکه بابای لنگری خیر احسان مقصد کمک میکنی، میره دستگیری میکنی. خوب انشالله با امر خدا اگر مینت نباشد از برای خدا باشد، خداوند اجرش خودش به تو میدهد، اجرش برمیگردوند. لیکن گفتن این شرط نیست که تو چیکار کردی، ما مهنت کردیم آفرین، ما میبینیم میدونیم. هم مقصد در اینجا مردم به هم میدهد هر چیزی که میکنین و اون چیزی که میکنی و از برای خدا باشد نمیگوی مینت نمیکنی، انشالله با امر خدا خداوند اجرش میدهد. از برای همه کاراتون همچون یک بلاگری که الان مقصد کانالاتون پیشرفته است تماشاتون میکنیم میبینیم، یعنی همچون یک چه بگم نماینده های جوانو که شما را تماشا میکنن، شما را دستگیری میکنن، شما بجای آنه که مقصد دینی اصلی اختون به مقابل دشمن همون یهودی ابله نشان بتین، شما برعکس حال گشته اقارت دشنام نه زن مانده سای، نه خواهر نه مادر برادر بیین خواهر تو خواهر ما و خواهر یک دیگر مسلمان دیگر باشند، مادر شما مادر ما و مادر دیگر مسلمان ها باشد، اپا و زن یک کس دیگر بجای اپا و خواهر ما باشد. خب دین اسلام اصلش فهماندن در کار همون یهودیه که در برنامه های یک برنامه در دین برآمد میکنه، میگه که ما او پیغمبر او قرآن او خدایی که یک چند نفر نامبر کرد، گفت که ما هموار را گفتم. حالا که همو پیغمبر همه مسلمان ها، همو قرآن همه مسلمان ها و همین خدای زمین و آسمان ها همه موجودات است. خب او میگه که یعنی من تحلیل همون را گفتنیم که میگه اگر مسلمانیش مثل همیا باشد، مثل همین مسلمانی باشد، همین دشنام و همین عقارت، همین جنگ خرخشه، همین مسلمان، همین گونه مسلمان ها را، یعنی که اسلام در خود موی مسلمان هایی به ترتیب به انتظام مسلمان هایی که مقصد از اصل اسلام خبردار نیستن در همین ها دیدگی های. بعد از همه چکار کرده؟ این بدبختی برگشته چکار میکند؟ از دین حق، از دین اصلی برمیگردد. یعنی با کدام خاطر؟ به خاطر که ما و اینا خالق رمضان و اینا اسم شریف و اینا که بابای لنگری برای مسلمان ها را میبینه که ما بین خودمون ساز نمیگیریم، خواهر مادر اپا یک دیگرمون دشنام میکنیم، عقارت میکنیم، میبینن مگر اگر همین مسلمانش همین کی باشد، اسلامش که همین باشد، پیغمبر خدا که همین چیزا گفته باشد، قرآن یا همین چیزا یاد داشته باشد، ما از همین قرآن، از همین دین، از همین کتاب یعنی که چیکار میکنم؟ برمیگردم. همین چیزا ما فکر میکنم که فهماندنی بود. خب دوستان گرامی، بین در یک جایی دوستم اسم شریفوف برادر عزیز، خب در قطار همه این برادرایی که مقصد گفتم خطانیم، اگر هر کدام تی خواه خالق رمضان باشد، خواه بوی لنگری باشد، خواه خودت باشی، سر کردن ده انشالله با امر خدا که با خواست خدا سلام و درود از جانب خدا گفته برنامه‌تون سر میکنین، خودتون مسلمان میگیرین. همین عقارت ها، همین دشنامه ها، همین لقب گذاری ها چی لازم؟ اگر از همین حدیث ها بدونین، خواندگی باشین، حالا که من نخواندم لیکن بیشتری وقت هم بزرگای اسلام عالمای دین گوش میکنم، میشنوم، تماشا میکنم. در دوران پیغمبرمان ابوذر گفتن یکی از صحابه هاش که با حضرت بلال، همون اذانگویی که ما و شما میشناسیم که پوستی سیاه داشت، با همون دوست و رفیقی نزدیک بودن.
در یکی از صحبتاشون در یک جای گفته می شود که نخست میبرد، در جای می شود که قصداً مقصد قرش میکنه میبرد. طرفی همه حضرت بلال میگه که سیاهش میگه ای سیاه میگه خودمون کو همه خیل مقصد که مراجعت میکنه طرفش، چون دوست و نزدیکی از برای خدا، دوست و نزدیکی مقصد چی بدستن نزدیک بدستن. مقصد در اینجا میگه که حضرت بلال چون بار اول میشنود که او را همچون با نام سیاه مراجعت میکند تبسم میکنه، حتی خشمگین نمیشود، تبسم میکنه، میگه بار دیگر او چی گفتی؟ خب حیران میشود بگیم. و در یک جای دیگر اومده که قرش میکند، همین سخن نزد پیغمبر میبرد، نزد پیغمبر و پیغمبر مقصد که از گفته های خدا، از کلام خدا و ابوذر چیکار میکند؟ میفهماند که اشتباه بود برادر خودم مذاق و مسخره کردن، یعنی چی کردن؟ لقب گذاشتن از روی انسانیت نیست، از روی اخلاق نیست. پس ابوذر بخشش میپرسد و حتی چهرهش در زمین میگذارد. طرف حضرت بلال میگوید که در چهره من چیکار کن؟ بزن بخشته، چون من اشتباه کردم، ببخش مرا. گفته بخشش میپرسد. شما تصور کنید که برای یک بار سیاه گفتن یک برادر مسلمانی خودش، ما و شما در یک جای خودمون مسلمان میگیریم که اتفاق میزنیم که الحمدلله ما مسلمانیم، لیکن عملهایی که کرده استیم از روی امی عملهامون نگاه که ما دین اسلام چه خیلی نشان میدیم، همین ریشهایی که داریم هممون الحمدلله ریش داریم، لیکن مسلمانی در ریش داشتن است، هم ظاهر و هم باطنی خودمون چیکار کنیم برادرها؟ خب اصلاح کنیم. برای با مقابل دشمن برآمدن، مقصد بینه که از او طرف دشمن یراق دارد، اروج دارد، ما دستی خالی برآمده نمیتوانیم با مقابل دشمن. وقتی که ما فهماندنی شدیم دین اسلام اصلش فهماندنی شدیم که ما حمایت کردنی شدیم از خدا و از رسول و از اسلام و از قرآن، اول مقصد عمل موقتی یراق ما عملامونه، دانشامونه، دینی مقصد خدمونه با آموزیم، بعد با مقابل دشمن ما بخیزیم چیکار کنیم؟ عمل کنیم. لیکن ما برعکس کردیم، ما مقصد در یک شعر میگه تو بد کنی من بعد مکافاتی هم، پس فرق میانی من تو چیز بگو، هر چیزی که همو گفت ما همو چیزا برگشتیم گفتیم، پس فرق چی بود؟ است هیچی. پیغمبرمون حضرت محمد صلی الله علیه و سلام بیشتر به دین اسلام وارد گردگاش از روی عملهاش بود، از روی عملش میدیدن، بعد میگفتن که مقصد که چیکار میکنیم؟ اگر دین شما همین باشه، خدای تو همین باشد، همین گپا گفته باشه، پس ما با همون عمل نیک، رفتار خوب قطعی بیشتری مقصد که دشمنای دین با دین داخل میکرد، با دین اسلام داخل میکرد. دور نمیریم. ابو حنیفه در مذهبی که هستیم، ابو حنیفه یا که امام اعظمی که میگیم، در یک شخصی کافی را بگیم قرض میته، بعد یک وقتی معین قرض کردیم، یک ماه پس میگه قرض برمیگردونم، بعد نزدیک میشود همون روز گفتگی میشود، میگه که همون شخص نشود که مقصد از همون دستوی ما را بگیره بیاره، ای در ما یگان چی شود؟ چه خیلی بگیم خیلی مصوم دادم خودت بگی بیار، گفته بالای ای تیپا پرسین واری بگیم، پرسینتی که حوزی میگیرن همه خیلی شوا گفته فردا روز قیامت خداوند از گریبان ما بگیره که خیلی سوم دادی تو در جوابش اون مرد که زحمت دادی. میره و نزدیک خانه همون مرد پرسان میشود، میگه که نیست، یک چند فرض کنیم ساعت، یک ساعت بعد میآید. آفتابی گرم است، آفتابی سوزان است، میبینه که در دیوالی خانه همو مجوسی سویگی کرده است، میخواهد یک دلش میخواهد رود، لیکن باز میسد، میگه که من در عوض همین سومی دعاگیم نشود که فردا روز قیامت خداوند از کشتل من بگیره که تو در عوض سومی دعاگید در سویه دیوالی همون مردگی در همون آفتاب سوزان در بیرون میسد تا اینکه همون مجوسی میآید پرسان میشود که حضرت چه کاری کجا تشویش شدی؟ مقصد آمدی من سوم خودم میگرفتم میآوردم. ببخشید پیش از این در همون آفتاب گران میسد که مقصد چه خیلی بگم حلق خوغمش بگم چه خیلی همه خیلی یک به مثلی
آبی دهنش به بیرون میبرد، بگم که توف میکند، همون توف شمال گرفته در دیوال همین مجوسی میزند. وقتی که مجوسی میاد میگه که حضرت من تشویش نمیکشیدم، مقصد خودم می اومدم، مقصد میگه که نه تو اگر مرا ببخشی من همون سومت دا بخشیدم. آخه میگه تو چیکار کردی که من تو را ببخشم؟ میگه من همین نخواست همین آب دهنم به بیرون پرتافتم که شمال برد در دیوالی تو گرداندش. مقصد بس میگه من برام سومی تو را بگیرم بیارم خانه میبره. میگه که این عمل خوبه، این عمل نیکی که تو کردی مقصد ایچو گرفتی؟ میگه که از دین اسلام، از قرآن کریم. بعد میگه اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد. با عملهای خوبشون، با رفتارهای نیکشون مردم به دین دعوت میکردن. ما چیکار میکنیم؟ میخیزیم دشنام حقارت او یهودی لعنتی که مایل ما بگذار رود، خدا جزاش بده انشالله هم میتاد. لیکن ما بین خودمون اول سوز بگیریم دوستان، ما یکدیگر دوست باشیم، رفیق باشیم. مقصد که هر وقتی که در دوران پیغمبر دوستی میکردن به خاطر الله با یکدیگر دوستی میکردن، به خاطر خداوند با یکدیگر، از خاطر خدا یکدیگر دوست میداشتن، رفیق بودن. لیکن ما چیکار میکنیم؟ میخیزیم یک یهودی بخت برگشته، راه گم کرده، یک بیسوادی بیعقل حاضی با همه کار از پیش همو سر زد، خست همه ما برادر را چیکار کرد؟ جنگ انداخت. او جنگ انداخت. ما از نافهمی و کم عقلی خودمون بین خودمون جنگ میکنیم. انمی جنگی که در دنیا میرود مسلمان بین مسلمان و دیگر کارهای میشد که مسلمان ها همیشه در زیر ظلمن. انمی یهودیای بدبخت همیشه را نقشه میکشن. امی یکی از همون نقشه خوردی یک بسوادش که تاجیک بود یهودی یا که در بین برادر ما چی جنگ انداخت. پس از دیگراش مقصد چه انتظار بدن در کار؟ در مقابل این یراقی به قوت ما دین خمون دانستن است، از عقل خمون کار فرماندن است، بین خمون اول صلح بستن است، بعد در یک جایی حمایت کنیم. خب دوستان گرامی، با فکر بسیاری باشید، عذر زیاد یگان گپی پس بالا گفته باشم، بخشش بچو. خداوند همه ما و شما را در حفظ امان خودش نگه بداره. خداوند فلسطین، این برادرها خواهرای جبردیده ما را بالای این ظالمان کفار غالب بگردانه و این اسرائیل بدبخت تروریست نیست نابود بگردانه. آمین یا رب العالمین. خدا یار و مددگارتون.